میدونستی همین الاغی که ازش فوش درست کردیم چقدر صرفه اقتصادی داره؟ جالبه بدونید که شیر خر یکی از گرونترین انواع شیرهاست. چرا؟ چون این شیر خواص آنتی باکتریال، کلسیوم زیاد و استفاده های درمانی داره و قیمتش هم کمتر از لیتری 150 تومن نیست. به مدفوعش هم که میگن عنبرنسا. اون زمانم که کرونا اومده بود همه ملت میرفتن وام میگرفتن تا برن عنبرنسا بگیرن دود کنن که یکم ششاشون حال بیاد. پنیر خر هم که نگم برات، تو خارج انقدر گرونه که یه غذای لاکچری محسوب میشه. ملت میرن قرض میکنن این پنیر رو میخرن که پیش فامیلاشون پوز بدن بگن ما صبونه پنیر خر میخوریم. میگن اصلا کیلویی زیر 5 میلیون وجود نداره پنیر الاغ. حتی روغن الاغ هم میگن خیلی گرونه. این روغن انقدر کیفیتش بالاست که واسه درمان کمردرد، پادرد و روماتیسم استفاده میشه. یکم بوی خر میگیری یا ولی مفیده. حالا به نظرت خر هنوز فوشه